سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا هستیم با یه ویدیو دیگه در خدمت یکی از دوستای خوبم هستیم که رتبه خوبی داره، کلا داستان جالبی داره در مورد کنکورش. خوبه شما هم قبل از کنکورتون این داستانا رو بشنوید، هم برای بچه‌های پایه هم برای بچه‌های کنکوری. اسماعیل جان سلام. سلام به بچه‌های عزیز، اسماعیل تلنگ هستم، رتبه 94 کنکور تجربی 403 در خدمت آقای رستمی عزیز هستیم. هر سوالی داشتین در خدمت. خب اسماعیل جان، شما تا جایی که من میدونم سال 402 هم کنکور دادید. بله درسته. یعنی 4 تا کنکور دادید. آره خب سال پیشم مشهد قبول شد. داستانتو خودت بگو دیگه، من اسپویل ندم. ببینید دوستان، من در واقع سال کنکور اولم میشد 402 که کنکور تیرما شرکت کردم. اول دیما هم داشتیم که اون جالب نبود. تیرما شرکت کردم و خدا رو شکر درصدام خیلی خوب بود و تونستم ترازی 11500 به دست بیارم، ولی به خاطر اینکه نهایی‌ها رو جدی نگرفته بودم به اون صورت، چون سال اولی هم بود که نهایی‌ها چیز شده بود، قطعی شده بود، یعنی تاثیر داشت روی نتیجه، به همین خاطر جدی نگرفته بودم و به این صورت شد که رتبه من اونقدر باب میلم نبود و به هر حال خانواده اجبار کردن تقریبا که پزشکی رو بزنم و منم زدم. مشهد قبول شدم، همچنان دلم با تهران بود، گفتم که پیش کسایی مثل آقای رستمی بشینم و به خاطر همین دوباره کنکور شرکت کردم با توجه بیشتر به نهایی‌ها که خدا رو شکر نهایی‌ام خیلی خوب شد و تونستم که رتبه 94 کسب کنم و خدا رو شکر دانشگاه شهید بهشتی بهترین دانشگاه قبول بشم. خیلی هم عالی. یعنی یه نکته‌ای که حالا برای اسماعیل اتفاق افتاد بچه‌ها، شما باید نگرانش باشین، اینه که شما هر چقدر هم کنکورتون خوب بدین، فقط کنکور 402 تا هم خوب دادین. آره خیلی خوب. فقط نهایی‌ها ممکنه شما رو شهرتون رو عوض بکنه. حالا برای اسماعیل فرقش تهران و مشهد بود، برای شما ممکن فرق رشته باشه. خب به خاطر همین خیلی نهایی‌ها رو جدی بگیرید. از حالا بعد از اینکه کنکور اردیبهشتتون دارین سفت و سخت بچسبید نهایی و سعی کنید نمره خوبی رو کسب کنید، چون واقعا تاثیرگذاره. حالا امروز ما بیشتر می‌خوایم اینجا در مورد روز قبل کنکور و روز خود کنکور باید چیکار بکنیم صحبت بکنیم. حالا من این نکات بگم. بچه‌ها شما الان فکر کنم دیگه کارت ورود به جلسه‌تون اومده، حوزه‌تون رو باید پیدا بکنید. توی شهر خودتون فاصله خونه‌تون تا حوزه رو بسنجید که اون فاصله زمانی حالا با اون وسیله‌ای که حمل و نقل می‌کنید توی اون روز یه حساب کتابی تو ذهنتون براش داشته باشین که خدای نکرده جا نمونه. شما باید 1 ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون که حالا ساعت 8 صبح آزمونتون شروع میشه داخل جلسه باشید. پس ساعت 7 باید داخل حوزه‌تون باشید. پس باید حتما مکانه رو پیدا بکنید. حالا این یکیشه و حواستون باشه ماشینتون رو چک کنید، ماشینتون خراب نباشه. من برای امتحان شیمیم اتفاقی که برام افتاد اینطوری بود، اگزوز ماشینمون افتاد و عملا امتحان شیمی رو نزدیک بود از دست بدم دیگه. سریع با دوچرخه رفتم تا حالا عرضم به حضور شما مدرسه‌ام. حالا برای من اینطوری بود، ولی برای شما ممکنه شهرتون بزرگتر باشه، فاصله بیشتر باشه و این اتفاقا ممکنه واقعا متضرر بکنه شما رو. پس یک اولی که حوزه‌تون رو پیدا بکنید، دوم اینکه روز قبل کنکورتون سعی کنید که اگر درسی مونده دارید و می‌خواید بخونید تا ساعت 8 شب بیشتر نباشه، چون اگه شما بیشتر از اون بخونید در واقع دارید فشار زیادی به ذهنتون میاره و ذهنتون رو خسته می‌کنید. خب از 8 به بعد دیگه شما سعی کنید حالا یه چیزی شام سبکی بخورین، ترجیحاً شام ساده‌ای باشه، شامی که همیشه می‌خورید و باش اوکیید و ساعت 10 دیگه برید رو تخت خواب. این تجربه رو خیلی از بچه‌های کنکوری داشتن. شب کنکور خوابتون نمیبره تا یه تایمی. یعنی من خودم یادمه ساعت 11 رفتم تو تخت خواب، ساعت 3 خوابیدم. یعنی واقعی خوابیدم. همش چشام رو هم بود، داشتم فکر می‌کردم، فکر اینکه این مطلب یادم نمیاد، اون مطلب یادم نمیاد و این خیلی بده. یعنی شما سعی کنید که زودتر برید به تخت خواب و خوابتون رو اونجا یه خواب خوبی داشته باشید و خیلی تاثیرگذاره. اینا اسمه درسته. بله، خواب قبل شب کنکور خیلی مهم است به خاطر اینکه مغز ریکاوری میشه، اما طوری هم نیست که مثلا شما کم خوابیدید جای نگرانی باشه. درست. بالاخره شما سال کنکورتون حتما پیش اومده که برای امتحانات باشه، برای آزموناتون باشه، کم خوابیده باشین ولی بازم نتیجه خوب گرفته باشین. درست. ولی یه چیزی که حالا توجه بکنید، بخاطر اینکه فشار کنکور خیلی فرق داره با امتحان قبلی که داشتید، چون 3 ساعته و شما 3 ساعت مداوم درگیر آزمونید و اون استرس مضاعفی هم که نسبت نتیجهتون میگیرید باعث میشه که فشار کاری روزتون زیاد باشه. ولی سعی کنید که هم زود بخوابید. من زود برید تو تخت خواب، حتی اگه خوابتون هم نمیاد فقط چشماتون رو بزنید رو هم دیگه، یعنی فعالیت دیگه ای نکنید، اینکه حالا استرستون میگیره دوباره برید درس.
این شد روز قبل کنکور، یعنی همین کار رو بکنید کافی. صبح سعی کنید بین 5 و 45 الی 6 بیدار بشید. حالا بازم میگم بستگی به فاصله‌تون داره. اینجا یه شهری مثل تهران واقعا پیش بینی ناپذیر ترافیکش و شما باید حداقل فکر همه چیتون رو بکنید. خب و یه چیزی که باید توجه شه، صبحانه خوبی بخورید، صبحانه ساده‌ای بخورید، پنیر توش باشه، کربوهیدرات توش باشه، ترجیحاً تخم مرغ سمت این چیزا نرید چون اینا خیلی سنگینه برای همین چیشه گورش کردنش و ممکنه اذیتتون بکنه سر جلسه کنکور. و چند تا مداد نرم با خودتون ببرید، چند تا پاکن با خودتون ببرید. 3 تا مداد نرم از من کافیه. خب 3 تا 4 تا برای هر درسی. آره برای هر درسی اون وقتی میخوای حل کنی سوالاتو، وقتی مداد عوض میکنی نوک مدادتون تیز میشه، اینا خشاب عوض کردی. یعنی آره منم همینطوری بودم، مثلا یه انگیزه دیگه میگرفتم. و عرضم بزرگ شما چند تا پاکن، 2 تا پاکن خوبه چون که یکیشون بیفته بعد پاکن یه حالت ارتجاعی داره پرت میشه اون برای سالا نمیتونی بری بیاریش. خب پس 2 تا پاکن با خودتون ببرید، چند تا مداد با خودتون ببرید، جای ماشین داره عالی. خب بدون و حالا چیزی که کجا بودیم 2 تا پاکن. خب 2 تا پاکن ببرید و اون کارت ورود به جلساتون رو ترجیحاً 2 تا چاپ بکنید، یکی ممکنه گم بشه این وسط. حالا سر جلسه آزمون چه اتفاقاتی برای شما میفته؟ از اونجایی که وارد آزمون میشید اصلا نمیذارن کاور با خودتون ببرید، کاور غیر شفاف. هر چیزی که باید میبرید یا بعضا پلاستیک فریزری بهترین چیزی که حالا بخواید مداداتون اینا رو هم کنید باشه. جام دادی هم میشه. من جام دادی برام نذاشتم. برام میذاشتم. مشکلی نه. فقط چیزای شفاف، یعنی چیزایی که از اون ورش دیده بشه دیگه. شما اونا رو باید با خودتون ببرید و کارت ورود به جلساتون اونجا حالا یه سری سنجاق میدن بعد بزنید به سینه‌تون. مثل من نباشه، من اونجا خیلی دست با شلوف تو بازی در آوردم، سوزن رو کردم تو خودم. خب سوزن از کی میزنید؟ خب و خیلی همین باعث شد استرس اینا بگیرم. شما سعی کنید که اینا رو حواستون باشه، اگه با یه سوزن تاگر نمیتونید بزنید این سنجاقی‌ها ببرید. لازم نیست حتما بچسبونید. چرا علامت تو سینه‌شون باشه؟ من نچسبوندم، گیرم نمیدن. اگه بدنم میتونیم بستگی شهرتون داره. به ما خیلی گیر دادن و گفتن حتما به سینه‌تون بده. حالا اتفاقی که اونجا میفته شما 7:30 دیگه همه رو میشونن، یعنی شما تا 7 میل تو حوزه هم تو دارید میچرخید و سعی کنید با دوستاتون اینا زیاد صحبت نکنید، تمرکزتون از بین میبره. خب بعد 7:30 میگن همه بشینن سر جاشون، سکوت رو رعایت کنن، چند تا قرآن میخونن، چند تا آیه میخونن تا ساعت بشه 8 که شد. اول قبل 8 دفترچه رو زیر پاتون میندازن. دفترچه توی نایلون پلاستیکیه که شما باید بازش بکنید. حالا این داستان باز کردن هم یه تجربهتون بگم. بچه‌ها دفترچه اومد، من نمی‌دونستم بعد کجا بازش کنم. خب یه فیلم کرد برچسب چیزایی اصلا نداشت، نمی‌دونستم چجوری بازش کنم. بعد مداد تیزمو انداختم تو این پلاستیک، جرش دادم. خب و حالا داستانی که داره حالا نیست عرضم بزرگ شما، داستانی که اینجا داره اینه که اون پلاستیکی که شما پاره می‌کنی حالا بعد بلد بشی بازش کنی، بعد مثل چیپس بازش کنی. آره اون راحت باز میشه، نباید بشینی پلاستیکو بکشی اینا، چون ممکنه برگی که داخلش هم پاره بشه، اون خیلی مهمه. اگه برگه پاسخ برگتون پاره شد دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. عرضم بزرگ شما که بعد زیر هر پاسخ برگتون بعد اطلاعاتتون رو بنویسید، کد ملی، عرضم بزرگ آدرستون، امضا بزنید. هر دفترش هم یه نفر میاد ازتون اثر انگشت میگیره. سعی کنید این اتفاقاتی که بین دفترشون میفته به همتون نریزه، یعنی یه نفر واسه دفترش زیستتون اومد گفت اثر انگشت بده، از پیش این پیش‌فرض داشته باشین. حالا بچه‌ای که پشت کنکوری بودن و اینها خودشون یک بار تجربه جلسه کنکور داشتن، ولی این تجربه‌ای که من میگم برای کسی که دفعه اولشون میخواد و حواستون هم باشه بعضی از حوزه تایمو میخونن، یعنی مثلا میگن 10 دقیقه مونده پایان فلان دفترچه، بعضی نمیخونن. پس غافلگیر نشین. یهو من یادمه یهو تو میکروفون خوندن 10 دقیقه به پایان دفترچه زیست شناسی. من خیلی اونجا هول کردم. خب با اینکه تعداد سوالم جلو بودم، 40 تا زده بودم، خب 5 تا مونده بود، ولی بازم ترسیدم. پس اینو حواستون باشه که به زمانم دقت کنید. ساعت مکانیکی حتما به خودتون. آره ساعت مچی مکانیکی، اصلا ساعت دیجیتال نمیذارن، حتی از این کاسیو قدیمی‌ها نمیذارن ببرید، فقط ساعت عقربه‌ای ساده. اکثر حوزه ساعت دارن، ولی ممکن مثلا ساعت بد جایی باشه، پشت شما باشه، با گردن کج کنید، ساعت رو نگاه کنید، بعد احتمال تقلب هم ازتون میگیرن که ای دارید گردنتون میشه. پس ساعت مچی ساده حتما فراموش نشه. دیگه نکته‌ای که حالا میمونه تو اگه خودی که گفتی خوب بود آقای رستمی، ولی چند تا نکته دیگه هم هست. اولیش این که استرس قبل شروع آزمون، مثلا شما 7:30 سر جلسه نشستین و کنکور ساعت 8 برگزار میشه، یعنی شروع میشه دفترچه اول
ممکنه که استرس بگیرین که نکنه فلان موضوع یادم رفته باشه، نکنه آزمون رو خراب کنم، که به نظر من یه چیز طبیعیه به خاطر مهم بودن این آزمون برای شما و به نظرم جدی نگیرین این استرس رو که وای نکنه خراب کنم، نکنه که وقت کم بیارم. حالا شما کارتون انجام دادین، تلاشتون انجام دادین، هر نتیجه‌ای بگیرین قطعاً محصل تلاشاتون هستش. درست. حالا این حرفشو کاملا موافقم، یعنی من هم تو بازی که اولش با دوستام حرف می‌زدم زیاد استرس نداشتم، ولی وقتی که خبر نشون از سرجاشون گفتن صحبت نکنید و اینها، یک خوی استرس مضاعفی من وارد شد که اینو یادم نمیاد، ایکس رو یادم نمیاد، ایگرگ رو یادم نمیاد، یادشون این وسط رد شد، هیچ یادم نمیاد. ولی وقتی که دفترچه رو میذارن جلو، اولین سوال رو میبینی با اعتماد به نفس حلش میکنه، اون میخوابه. خب برای دانش آموزایی که قبلش خوب مطالعه کردن، یعنی مثلا من فکر می‌کردم زیست شناسی اردیبهشت خیلی سخت باشه، نه تو پسش بردارم، ولی سوالا رو که دیدم خیلی استرسم کم شد، حتی اعتماد به نفس گرفتم برای دفترچه‌های بعدی و خیلی بهم کمک کرد. یعنی اون استرس اگر شما خوب کار کرده باشین، دفترچه اولی که میذارن جلوتون، چون به هر حال این سوالا طراحی شده که شما حل بکنید، هم سوال ساده داره، سخت داره، متوسط داره، به هر حال شما از پس یه تعداد سوال برمیاد. خب و همین باعث میشه استرستون بیاد پایین همون اولش. یعنی فکر کنم تو وقتی دیگه سوالا رو شروع کردی حل کردن دیگه استرس نداشتی. درست. دیگه اینطوری. نکته دیگه ای از نظر جانم نکته دیگه همینایی که گفتی، در کنارش مثلا اینکه ممکنه به سوال خیلی سختی برخورد، ممکنه دفترچه اولو خیلی سخت بدن بهتون، اینه که استرس نگیرین اونجا، باز استراب نگیرین، چون سوالا برای همه سخت هستش، یا برعکسش ممکنه سوالات خیلی ساده باشه و شما اعتماد به نفس کاذب به دست بیارین، غرور به دست بیارین که نه من اینو 80% زدم، بقیه حتما 50-60 بیشتر بالا نمیرم، وقتی ساده است برای همه ساده است. مثلا من یادم کنکور 98 فکر کنم یکی از دانش آموزای شهر خودمون همه دروس تخصصی و 100% زده بود، ولی با این وجود بازم نتونست جزو رتبه برتر بشه، یعنی 10 تای اول کشور بشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که سوالات تخصصی 98 بسیار آسون بود. درست. و همین، یعنی جبرتون نداره دیگه که مثلا یه درس رو دیدید همه‌شو جواب دادید دیگه من تموم کردم دیگه بقیه درس‌ها رو شروع کنید، چون این آزمون نسبیه دیگه، یعنی برای رقابت طراحی شده. اگه برای ایشون ساده باشه ممکنه برای من هم ساده باشه و این دیگه باعث میشه اون رتبه‌ها تراکمشون بیشتر بشه و رقابت سنگین‌تر بشه تو درس‌ها رو. پس به این نکته هم توجه داشته باشید، نکته خیلی خوبی گفت. و حالا این در مورد اینکه کنترل کنید چوری سوالات و اینها، ممکنه یک سال یه درسی رو خیلی سخت بدن، شما نباید بترسی، اینم هست دیگه. خب اگه یه درسی خیلی آسون بدن نباید زیاد اعتماد به نفس بگیرید، بقیه درس‌ها رو ول کنید، مثلا بگی من زیست بزنم 90 حالا دیگه پزشکی رو قبولم و خوشحال بشید سر جلسه، اینا این خبرا نیست کاملا. یعنی اینطوریه که درسای دیگه هم مهمه، الان مثل قبلا نیست که شما زیست رو بالا 70 بزنی پزشکی بیاری. الان اینقدر رقابت سنگین شده، شما از زیست بالا 80 باشه، درسای دیگه هم درسای خوبی داشته تو دانشگاهی تیپ 1 قبول بشی، مثل شهید بهشتی، ایران، تهران، دانشگاهی خوب، مشهد، اصفهان، حالا زیادن، شیراز فلان و الی آخر. یعنی چیزی که داره شما باید حواستون باشه برای رقابت برای دانشگاهی خوب، همچنان که وظیفتون بالا باشه شیمی و فیزیک و ریاضیتون هم باید بالا باشه و این خیلی نکته مهمیه. و حالا میگم یک سال ممکنه یه درسی رو خیلی سخت بدن، شما باید چیزی که داخلش توجه داشته باشین این باشه که بگردید سوالی آسون رو پیدا کنید. یعنی تو همون سوالات سخت مثل ریاضی 400 دیگه خیلی غافلگیر شدن، ولی داخل همون ریاضی 400 چندین سوال بود که واقعا ساده بودن، یعنی اگه شما درگیر مثلا یکی تابع حسابانش خیلی قویه، خب سر همین یا مثلا یه سر جلسه آزمون میاد تابع و مثلث اینا خیلی سخت دادن، خب غافلگیر میشه و اون چیزایی که سرمایه گذاری کردی پنبه‌اش میاد رشته میشه. خب ولی شما نباید خودتون رو سر جلسه ببازین، هر اتفاقی بیفته تا لحظه آخر بعد برای کنکورتون بجنگید و همین دیگه. یعنی زیاد برای خودتون بزرگ نکنید، 3 ساعت میرید تو جلسه برمیگردید، بعدش راحت پدر و مادر رو در آغوش میگیرید و میرید دنبال تفریحات و ادامهش. حتما کسی که تلاش کرده به نظر من موفق میشه. آره درسته. یه نکته دیگه هم هست در کنار نکاتی که گفتی، یعنی در دل نکاتی که گفتی، ممکنه دانش آموزی چی میگن سر یه سوال وقت زیادی از دست بدی، یا حالا یه اتفاق. آره اصلا یه سوال غلط بود داخل فیزیک اردیبهشت 400 من خودم 5 دقیقه هم جذب شدم، چون گزینه درست داخل گزینه‌ها نبود، پاسخ درست داخل گزینه‌ها نبود. میخوام بگم که ناامید نشین بچه‌ها، ممکنه برای همه اتفاق بیفته، شاید برای بعضی اتفاق نیفته اصلا همین چیزی، ولی اینکه کنکور مهمترین چیز شماست، یعنی چی میگن مهمترین آزمون کل عمرتونه بچه‌ها، واقعا مسیرتون رو عوض میکنه، مسیر زندگیتون رو تعیین میکنه کاملا. دقیقاً. و اینکه
میخوام بگم ناامید نشین. درست اشتباه بوده کارتون، 5 دقیقه وقت گذاشتن سر یه سوال اشتباهه، ولی نباید خودتو ببازی، بعد به دنبال جبران کردنش باشی. خب حالا بریم که فکر کنم کلاس هم دیر شده، راهمون بده. صلوات، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. فعلا خدا نگهدار. ببین شرطی که خدافظی کنید بچه‌ها.